آرزویی دارین که بخواین بهش برسین؟ برای خودتون؟ نه خود که حالا من الان اون چیزی که واسم اولویت اوله بیشتر اینه که شاید مملکت خوب باشه. اگه تو خارج ازتون یه کسی راجع به ایران بپرسه چی بهش میگین؟ ایران چه شکلیه؟ ایران میگم یک رودخانه در حال خشکیدن، پیر، پر از آشغالی که خودمون ریختیم، پر از آشغال، یک رودخانه غم‌انگیز در حال نابودیه که خودمون با آشغال پر کردیم. این از این میگه خدا دیرگیره ولی شیرگیره، یه روزی سر ستم بر زیر تیر میره. خیلی بامزه است. ایران برای ماها منتهای شادیه، برای ما دماوند بیستونه، کابل دوشنبه است، سمرقند آتش نوروز کرداست، دعای داریوش کتیبه کوروشه، فردوسیه، حافظ سعدی، خواجه نظام الملک، محمد علی فروغیه. ایران برای ما حنجره قمرملوک وزیریه، پریسا. ایران برای ما صدای اون دختریه که تو باکو، دختر آذری که داره مقام میخونه. اینا منتهای شادی و سرحد رنج و اندوهه. ایران برای ما سرحد رنج و اندوهه، از اون زخم هجوم تازی و تتار گرفته تا خاموشی آتش نوروز در مزار شریف، تا تلخی شکست احمد مسعود از طالبان، تا اون دوتا دختر قهرمان شطرنجی که ایرانی میشینن رو هم مسابقه میدن زیر پرچم دوتا کشور دیگه. ایران برای ما زخم تشنگی ارومیه است. ایران برای ما سرحد شادی ها و منتهای درد ها و رنج هاست و همینه که پایدار مونده. گمان مبر. عمیقا دوست داشتی تو تاریخ با کی چای بخوری، گپ بزنی؟ با خدا. چی دوست داشتی بهش بگی؟ از خدا میپرسیدم که چه خبر اول. میگم چه خبر؟ راضی هستی؟ کی نوبت ما میشه؟ کی نوبت مردم ما میشه؟ کی؟ چون واقعا دیگه من فکر میکنم که تو امسال تو سال جدید دیگه واقعا نوبت ماست. بس دیگه بابا. دیگه واقعا باید این یه برکتی بیاد تو مملکتمون، تو مردم یه شادی بیاد و دوست دارم خیلی موقع با خدا حرف بزنم بگم که همین فقط چه خبر.